استانی هست دیگه. ببخشه الان این همین کشاورزی که مثلا به امیدی که محصول فروش بره، آفرین، این محصول استراتژیک که استان بره خارج از استان، همه لذت ببرن، کیف کنن. درسته؟ بله. فصل اینجا هم هست. ما الان همه رو یک جا بخرم. باریکلا. بله. کیلو چند؟ هر چی شما بگید. دیگه بازار، قیمت بازار حتما شما داره. بله دست شما در نمیره ما اگه بسی بازاره. چون شما نه کشاورزا بر ما عزیزان کیلو سیتمه ادمیده همه رو در اون برو. ملاک شما رو نیست پنج. سیتمه بده یالتون میاد. کیسار بیاره. نه اجازه بدید. جان. خوبه دیگه. کیسا سوراخ شد. چند درصد؟ جان. ضرر نمی‌کنی سیتمان به خدا. خیلی. من چرا یکم ضرر می‌کنم ولی خود دیگه چیکار کنم؟ اولی جشنواره تو استانی عناب شما صدا خود شما نه؟ ما هر سال همین موقع میایم داخل این جشنواره‌ها و سر زمین و در درخت‌ها. شما چرا میزنه؟ این همینجوری خب میزنه. ها. میایم عنابو جمع می‌کنیم و باجه شما بریم. همه هم یک شکل شریف شما چیه؟ باجه شما دلالیان هستن دلال. برای چی آمدین دقیقاً؟ ما با دلال با چیز؟ بره جشنواره دیگه. مطمئناً برگزاری جشنواره‌ها و همایش‌ها میتونه کمک کنه در فناوری و پیشبرد بحث چرخه صنایع تبدیلی عناب که خب مطمئناً حلقه مفقود شده سرمایه‌گذاری در بحث عناب. خب شهرستان خوست هم با بیش از 2650 هکتار سطح زیرکش و تولید چیزی حدود بیش از 4000 تن در سال رتبه اول رو داره در استان و به تبعش خب در کشور با بیش از 45% سطح زیرکش. در بحث فراوری این محصول استراتژیک یعنی عناب تحقیقات زیادی هم در ایران و هم در کشورهای خارجی انجام شده. به طور کلی تحقیقات دنیا و تحقیقاتی در ایران انجام شده نشون میده که بیش از حدود 30 فراورده میتونیم به عنوان فراورده های دارویی و غذایی از عناب داشته باشیم برای بیماری، جلوگیری از بیماری های کبدی، برای سلامت قلب، برای سلامت دستگاه گوارش و متابولیسم بدن به طور کلی، برای کاهش عارضه هایی مثل کلسترول بالا، فشار خون بالا میتونیم از عناب فراورده هایی داشته باشیم. علاوه بر این در بحث بهداشتی و محصولات بهداشتی هم میشه از عناب برای تقویت لثه محلول هایی ساخت، همچنین برای رشد مو و تقویت پیاز مو از عناب فراورده هایی ساخته شده. برای بیماری های پوستی و همچنین درمان یرقان نوزادی یا همون زردی بدو تولد باز هم میشه از عناب محصولاتی رو ما داشته باشیم. در عناب ترکیباتی مثل جوجوبا ساید A و B وجود داره که میتونن پایه خیلی از داروها در صنعت داروسازی باشن. فراورده های متفاوتی که از عناب در کشورهای دیگه ساخته شده به صورت قرص، کپسول، شربت در بازار دارویی آلمان و به ویژه چین در محدوده خیلی وسیعی میتونیم از اینها رو مشاهده بکنیم. انشالله که در ایران هم شاهد این فراورده ها باشیم. من آغاز امامت امام عصر خدمتتون تبریک عرض میکنم
امروز روز میمونی بود. ما به خاطر همین جشنواره عناب رو در امروز برگزار کردیم در سطح استان. اولین جشنواره استانی عناب بود که در استان خراسان جنوبی ما برگزار کردیم. خب هدفهای خاصی هم از این جشنواره داشتیم که خوشبختانه به خیلی از اهداف ما دسترسی پیدا کردیم. مهمان مختلف در تهران آوردیم در جشنواره که بتونیم بحث کش قراردادی عناب در استان پیگیری کنیم. خب تسهیلاتی هم به وزارت کشاورزی و مهمانان از اونجا تشریف آوردن ما قوله دادن. در بحث علمی تفاهمنامه امضا کردیم، در بحث آموزش تفاهمنامه امضا شد که بتونیم یه روند خیلی خوبی در بحث توسعه کیفی باغات عناب و بعدش توسعه کمی کار انجام بدیم. صد استان خراسان جنوبی میدونیم که حدود 6000 هکتار باغ عناب داره با حدود تقریبا 10000 تن عناب خوش در سال تولید میکنه. عناب یک محصول استراتژیک استان ماست که در کشور نفر اول ما هستیم در ایران و بالاترین تولید خود حداقل 99% عناب ایران ما داریم الان تولید میکنیم. باید بریم به سمت عدم خامفروشی و بعض صنایع فرآورده تکمیلی کشاورزی که بتونیم عناب و محصولات مختلف ازش تولید کنیم، بتونیم به تمام دنیا و تمام ایران و دنیا صادر کنیم محصولاتونو رو که ارزش افزوده بالایی برای بخش کشاورزی داشته و سرانه درآمد روستایی کشاورزی از زمین رو بالا ببره.